خواهرم. نتوانستم شوکت، نتوانستم. خواهرم، خواهرم رو گوش گرفتم، نتوانستم. خواهرم گفتم نتوانستم. پس چیکار کردی برادر؟ نگاه کرده ایستادم شکر، گویا او رو یاد کرده باش. 5 دقیقه فقط برایش نگاه کردم، نظرم رو از او نکندم. چرا با اون نگفتی برادر؟ چرا با اون نگفتی؟ با چی میگفتم؟ چی میگفتم شوکت؟ عاقبت تو رو یافتم، اما برادرت دزدست میگفتم، یا که خواهرم رو با سخنان دروغ به دست بیارم. در وجود این مردم یگان سخن راست نیست میگفتم شوکت. بعد او رو یافتنم حبس شد. من مثل تو برادر ندارم. برادری من آدمی خوب است، فهمیدی؟ از تو دیده آدمی خوبتر است. همه خیلی میگفت چی کار میکردم، چی کار میکردم شوکت؟ ببین برادر، میگفتی که این تقدیر پستم، تقدیر بیشرفم تو رو از من گرفت، یک پارچه جانم رو از بدنم گرفت. تمام دوست بودنت رو میگفتی، اما آدمی بد نیستم میگفتی. از روز چشمم رو باز کردنم همیشه در یاردم مردم بودم. جانم رو در خطر گذاشته جان دیگران رو نجات دادم میگفتی. تمام دروغ هم میگفتی. خطای بسیار کردم، اما خواهرم من آدمی بد نیستم میگفتی. چقدر زیبا گفتی شوکت. راست گفتم برادر. دروغ است یعنی ضرور دارم که دروغ میگویم. نه شوکت، من خیلی نمیتوانم اینها رو تنها با گپا موندن نشود. مایلش برادر، من خواهرم رو یافتم کو با او آدمی خوب بودن رو اثبات میکنم. کار تقریر رو بینه. خواهرم در پیش چشمانم بود، از تمام خبر نداشتم. راست میگویی برادر. این تقدیرت رو بین برادرم. خواهرت در پیش چشمت بود است، تو او رو در کجاها میگفتی؟ برادرم.
اینقدر صلح گفتم یک نشانه یافتن نتوانستم. بعد حبس شدم. هیچ امید هم نداشتم که او رو میابم. آمده در محل دامولا شدم، امام مسجد شدم. مردم محل ما رو امام گمان میکردن که با این واسطه از کمیسر اونال پنهان شدم. نه به خارجه گریختنی شدم که زهره را واخوردم و از پشت او نگریختم. مگر عجیب نیست؟ همه این به خاطر خواهرم را یافتن بوده است. شوکت من از این دفتر یک چیز خونده بودم، یاد داری؟ از کجا یاد دارم؟ کسی نجوید نمیابد، اما جوینده یابنده است. ها؟ فهمیدم. ای برادر، در این دفترچه چی چیزهای نمیابی؟ بیا میره ارز آمده بفروش. نمیشود شوکت، همین روزها
شما از این موضوع خیلی دور است. بله دور هستم، اما تشکر به زهرا با یاری او یاد گرفته ایستادم. همه خیلی یافتید. درباره فرهنگمون فراموش کرده باشید، ما با خاطرتون میاریم. بی تشویش، هیچ مشکلی نخواهد شد. ایمین باشید. رحمتی کلام، من به این احتیاج ندارم آقای دامالله زیا. گفته بودم آقا گفتن رو بس. نفهمیدم؟ درست حق هستید. یعنی مادامی که با خانم زهرا از خوردیتون دوستی دارید، یعنی گفتنیم که با نزدیکی در نکاح ما شاهد میشوید. من سخت خانم خوردم، به درون میداریم. شما هم بیایید دامالله. نه خانم زهرا، باز با شما خلال نرسون. این خیلی نگوید جانم، رفتیم. مجبور نکن زیبا یکم، شاید کارشون هسته. زیبا یکم؟ آقای سمیم میبینم بسیار خنک خوردید، یعنی هر خیل گپ ها گفته ایستاده. اگر خواهید به درون دروید، ما با زهرا جان برای تیاری به نکاح همون مصلحت میکنیم. باوری داری؟ شما خودتان باوری دارید که از خنکی بیمار نمیشوید؟ میلش هوا بسیار خنک است، من با درون میدارم. تمام. خانم زهرا بخیر است؟ ما چی مصلحت کردیم، شما چی کار میکنید؟ چی کار کردم؟ تمام میفهمم که دوست خوردیتان رو پیدا کردید، میفهمم. یعنی در فرهنگ ما کودک گم شده رو اگر پیدا کنن خوش روی جزا میدین. همینطور نه خانم زهرا؟ نفهمیده ایستادم چی گفتن میخواهید؟ کمی بر رفتارتان دقت دید میگویم، یعنی باز یکون ناخوشی روی ندید. همینطور. از شما منت دارم، اما لطفاً با من این طور با تهدید حرف نزنید. شما باره پرسیدید که چرا من این طور گپ میزنم؟ خونو خوردم، به درون میداریم. رو خواب کن. شب خوش. یا خدایا، مثل کنه با دختر چسب ببر. ای خالد. خمشه خوردی سردار؟ چی داد میزنی؟ داد نزدم سردار. پس من داد زدم. سردارم اجازه دید یک سوال پرسم؟ نپرس. سردارم به این هم کمی پیش سوال داده بودم، اما شما ما را از کوتم قپیده به بیرون برآوردید. سوالم به جواب موند. شما با خانه ناآمدین کلتکلس را کجا فهمیدید؟ ای چهار چشم سرسده نگوی. می اومد اون زن همونجا می نشست. 10 سال میشد اکش رو هم نمیبیند نمیدوند. 6 تا در پیش تلویزیون سریال تماشا میکنه. سردارم ممکن مولای زمانوی رو تماشا دارم. خاموشی سوار شو. چهار چشمه دیوانه. سردارم در وقت عملیات نسترین ما گریزوندی. میگم تقم بگم با استغفرالله میکنم. هوا رو بینه یخ کردم. سردارم یکی کلتکلس ناید چی؟ می آید. به خدا که می آید. تو با چهار چشمن می بینی. خواطر نشوید سردارم، پنجم شمیکشم. رود سیابایی خنداد. ای خاموشی است. بابا بلا زند، گویا در این شهر دیگر جنایتکار نباشد از پشت من میگرده. شیطان وسوسه دارد که رفته همه آنها را کفون و به حبس رو از جانم بیزار شدم. چی میگویی ای پسر؟ به خود بیا، شیطان رو به حالش گذار. حالا میبینید. زهرا رو ندیدید؟
با سلیم به بالا رفته است. فهم رفته بینم. با سلیم به بالا رفته است. آفرین دخترم. ای چی گپ شده است مادر؟ ای چی گپ شد مادر؟ یعنی انسان یک با بیرون برآمده که می صحبت کنی می گفت، اما نه، عقل تو نمیگیرد. عقلت تو با این سستیت او رو هم از دست میدهی. چیکار میکردم مادر؟ به پیش پایش میافتیدم. بله. تولین دخترم رو راحت گذار. تو به این کار رو دخالت نکن فروخ. خیر میلش، چی کاری میخوایی کردن گیر؟ ملیس، پدرت رو دیده ایستاده ای ها؟ از و یگان فایده نیست. امیدم توی چی کاری که میکنی تو باید خوب معامله باشی. هم خوشندو، هم زیبا، دانا، با آداب. ملیس، یا که به تو سمی معقول نیست. اف مادر، میدانم که زیبا هست. چی فرق دارد؟ در آخر قسم کلونی تورت رو بابایم به زورو میدهد. این رو من هم میدانم. اما بابایت سمی رو دوست میدارد. اگر شما با سمی یک جای شوید، در چشمان بابایت عزیزتر میشوید. بیهوده است. بابایم زهرا رو به کسی برابر نمی کند. درست، برابر نمی کند. اما آهسته تو رو شاه دختری بابایت خواهم کرد. اف مادر، همه وقت از پشت کارهای بیهوده ای. ای ملیس، بعدی همه پرواز نشستن است. یعنی زهرا در قلب بابایت تخت رو گرفته نشست، اما تا وقتی اون قلب میزند تو رو به آن تخت نشینانم، نامم تولین نباشد. تمام، میبینی؟ باور کن. من سرم یک فکر آمد. زهرا جون، فن رو خاموش کرده بعد گفتن که چیزی رو نمیفهمم. سلین یک فکری زور دارم. من میدونم فکرهای تو رو، از نگاهت معلوم است. ببین زهرا، باز در این کار مرا دخل دار نکنی. البته که تو را دخل دار میکنم. این رو بین، من چی گفتم؟ تو رفته در محل آوازه میکنی و زاغیسیو این رو شنیده چی کار میکنه؟ چی کار میکند؟ آمده مرا نجات میدهد. چی خیر؟ به خدا زهرا جان، آفرین، عالی جناب. پس تکرارا دزدیدن تو رو بابایت فهمیده چی کار میکند؟ دلش از کار میموند. خدا نگاه دارد. خدا نگاه دارد زهرا جان، اما بین هیچ گاه میگویم این رو فراموش نکن. زهرا، تو گفتی که بازی کند؟ او خبردار نمیشود. زهرا جان، از فکرت گرد، این بسیار خطرناک است. چی گفتن میخوایی سلین؟ من آن آدم را از کجا میابم؟ تو به همون زاغیسیا چسبیدی. تو نگفته بودی که عاشق نمیشوی؟ این خیلی نگوی؟ دلم رو برده است. حتی در خوابم میدراید. ای زهرا، تو حتی روی آن آدم رو ندیده، حتی رویش رو ندیده ای. ای چی کنه باشد؟ از هیجانی زیاد میکفم. دامولا زیاد فهمد به خدا شرمنده میشوی. زهرا، به کی میگویم؟ دیوانه میشوم، به خدا دیوانه میشوم. نامیک، پسر احمقم، این مسئله زهرا رو چیکار میکنیم ها؟ آن زن را به کارهایمان دخل دار کردیم. زنی با تقدیر بوده است. اکا، من یک فکر دارم. زهرا رو یک بار دیگر میدزدیم. چی خیلی نباشد زاغیسیا به نجاتش میآید. بعد ما رو خاپی کده دستگیر میکنیم. چی خیلی فکرم ها؟ نامیک، عروس دامولازیا رو دزدیم میگویی؟ اکا، برای زاغیسیا رو دستگیر کردن میگم آخر. یعنی تو بچه شیطانی ها؟ بچه شیطانی هیچ نفهمیدی ها؟ دامولازیا بر این اولیا، بر این آدم را نکاح شونده‌اش را دزدیده، مرا به جهنم بردنی ابله ها؟ با کدام عقلت این را گفتی؟ آکا، یک مرد روس آمده است. مرده که روس؟ از روسیه آمده است. لعنت، یا هیچ کار رو یاد نگرفته ده؟ چرا میپرسی؟ من در آید مرحمت آنها رو جیغ زن. روس؟
Добрый вечер, дорогой Борис. Добрый вечер. Как дела? Хорошо. Пожалуйста. Что случилось, Борис Бай? Какой шамол перевел тебя сюда? Да у нас одна проблема. No проблем, брат. Твои проблемы, мои проблемы. Алиш меня. Пожалуйста, посмотрите. Кто это? Его зовут Самир. Мы были с ним партнеры, а он нас кинул. Этому брату было ущерб на $500 000. Он убежал из Москвы. 500 тысяч, гуфти? Эй, бародар, гумон кардам ягон кори ҷиддӣ аст. Барои ин $500,000 ҳатто на мигро саргардон намекунам. Ты не переживай, брат. Твои проблемы, мои проблемы обязательно будем решать. Мы знаем, где он живет. Вот тут вся информация. Но здесь вы главарь. Без вашего ведома мы ничего не сможем сделать. Дайте нам полномочия или же сами решайте этот вопрос. Не переживай, лучше не связывайся. Я сам буду решать. Набоша. Я ваш должник, уважаемый Кенанбей. Вот это вам за услугу. Возьмите. Брат, ты меня обижаешь. Положи деньги в карман. Ты же мой братан. Ин пул як оиле ки намиг намешава. Ладно, синок, аз яхдон вискиро биёр, инро ҷашн мегирем, зуд бош. ای بچه اگون جورتی کلیچه هم توالت همون حال مبینوخی؟ معلوم بسیار هم حالت پریشان می نماید. او کلاس جان مرا کسی باز غمگین کرده است. تمام برادر مشکلیش نیست. برادرم غمگین باشد او را کی خرسند میکند؟ البته شوکت. چی شد غمگین شدی؟ گپ زن، دردی تو دردی من است، دردی من بسویب. شوکت خاموش است. چی گپ شد؟ بیتول رو ندیدی؟ نه برادر، نتوانستم چون که کمیسر اونال در نزد خانه بیتول مرا انتظار بود. همون پاتی مویلبگیز دیونه چه قطعی همون چورچشمه میگردن از دیونه هم دیونه تر. برادر برای همون آدم توی قدر خوبی کردی ها؟ کردیم، لیکن از صدق دل کردیم. این کارها را کردیم تا که همسرش پیشش رود و ما را آرام گذارد، اما با عقل است آخر. تمام برادر، فکرشو نکن. یک لیمون چوب بزن دولین تنگ میشود. سردارم خوب رفتم بد کردم. ما هم اکنون میرویم. سفسطه نگوی چورچشمه. ای سردارم چقدر انتظار میشویم؟ لازم شود تا صبح. ای سردارم به خدا من بزرگ بیدار ایستادم، چشمانم محکم شده ایستادم. ببینید آخه این دیدی اکا؟ دیدی؟ مایلش با نوبت خواب میکنیم. تو خواب رو 1 ساعت بعد بیدار میکنم. 1 ساعت گفته سردارم 1 ساعت پوره رو در نظر داره یا که 1 ساعت گفته 1 ساعت رو در نظر داره؟ جانم 1 ساعت چند دقیقه است؟ 61 دقیقه سردارم. همون چورچشمه. خوب 60 دقیقه پس تو رو بیدار میکنم. 61 دقیقه نمیشوه. خواب رو با چشم سردارم. ای آقای نمیک، این روز عقلش خورده است. والله برای 500,000 مرا سرگردان کردن میخواد. این شرمندگی. هیچ گپ نه. دیدم میبرایم. مانده شدم برآمده هوای تازه گیرم. ای این چیست؟ سردارم روی تو بری نوبت سیار سردارم. کلتا کلاس
جون کرده کلاس را دستگیر کردم نامرد ایستاد گردنت رو میشکنم نجون سرده لعنتی سرده بگویم سردارم من حتی در خوابم از خفای کلتکلس میدمم شما باشید بجای رحمت مرا اقارت بکنید عیب است بخدا این چه خیلی گپ زنی است من سردار تو هم پسرم چه خیلی که خواهم همون خیلی گپ میزنم اکنون نوبت تو پسرم حاضر من خواب میکنم گپ زنی کودک بی ولی یک ساعت نشت از رفی سردارم تو گلویم را نجفیده باید این را فکر میکردی یک ساعت پس بیدار کن بچه‌شم سردارم قریب بود که رو در خواب دستگیر میکردم چرا بیدار شد؟ دمت را گیر خوابم استاد آه. صبحتون بخیر بود استاد. منت دارم هجری منت دارم این طور از قفایم پیدا شده استاد گفته داد زنی با قریبی گویرم میکنی با خبر باش خدا نشان ندهد استاد. استاد گپ را دراز نکن هجری که با خدا در این صبحی صادق من رو تلخ خب کردی استاد همین دنیا گیرد هست همین خیل نه؟ همین خیل بعد چی؟ اگر دنیا گیرد باشد استاد در وقت نماز رو برای قبله ایم در جایمان توپ خورده پشتمون رو به طرف قبله کنیم هم باز رویمون به طرف قبله نمیشود استاد؟ با خدا این کودک راست میگوید دنیا گیرد است یعنی استاد گوش کن هجری من تو رو حاضر از همین جا با انقره رو بیم تو دنیا را در زده با اونجا میروی یا که راهی کوتاه رو انتخاب کرده با اون راه با اونجا میروی استاد عقل هست و منطق است یعنی من برای کوتاه با انقره میروم ها آفرین هجری چرا؟ چون که تو پسری با عقل هستی همینطور نه اکنون از سببی که ما آدمانی با عقل و با منطق هستیم برای همین راه را دور و دراز کردنمون در کار نیست آدمان گپ رو بسیار نکرده راه کوتاه را میگیرن فهمیدم استاد. استاد مثلا این پلنتن ها خیلی به قبله نگاه میکنن با خیر است به تو از آسمان یکم مکتوب فرستادن استاد مومن برادر مومن است میگویند هجری آنها به طرف زمین نگاه کنن بس است راه دور نیست کوتاه میشود هجری کوتاه میشود تو غمگین نشو اگر با چشم دل بینن کوتاه میشود با چشم دل بله اگر درست نگاه کنن استاد عمرتون دراز باد آدمان دیگر سیاره با چشم دل قبله را میتوانم ببینم چیزی نگویم می نیست این را ببین استاد خدا از شما راضی باشد با عقلم این جواب ها هیچ گاه نمیاد استاد خیر بخیر باشد لوینت خس چه سو سردارم کلتکلس رو خفیدید من نگفته بودم که یک ساعت پس من رو بیدار کن بله سردارم گفته بود یا باز خوابت برده بود این خیلی فکر نکنید من بیدار بودم لیکن فراموش کردم که چشمم را کشویم پس چرا بیدار نکردی؟ سردارم همین خشری خواب بودین که دلم نشد که بیدارتان کنه با ماشین چی شد؟ بنزینش تمام شد؟ نه سردارم من خاموش کردم تو دیوانه شدی؟ چی دخالت میکنی؟ سردارم بنزین حکومت رو اسراف کردن حرام است در سردارم چرا خاموش میکنی؟ چهار چشم مرا سردارم نگوی تمام نمیگم سردارم پس چی گویم؟ هیچ چیز نگوی دهانت رو پوچ فهمیدی مرا؟ جواب ده دیوانه سردارم دهانت رو نکشو گفتید من چخیل با دهانی پوشیده جواب دیم عجبا اید در دهانی پوشیدت گفتن گیرم رفت از آن چایخانه 2 تا چای گرفته بیار کمتر گرم شویم با چشم سردار تمام شیرنکم گیره نکن دیگر لطفاً نوش رو میخرم بس کن بیتل بخیر است؟ خانم چیز شده است؟ چرا میگیرید؟ بازیچش در اونجا سخت شده است برای همه گیره میکند حیف سرکم برای یک بازیچه آدم گیره نمیکند نوش رو میخریم من گفتم اما فهمیدن نمیخواهد چرا؟ این رو با من مادرم خریده بود مادرت در کجا؟ رفته است خواهری زبویم زود باش تمام آمدم اکا تمام وزیر جانکم کم صبر کن تمام اکا تمام کمتر دیگر من
زود باش به تو کامون به تو بسیار کم اکا زکاکا مو نوش اومدی این خاطره مادرم است التماس اکا جان چی شد؟ شما باز گرفتنی هستی؟ خانم به تو سالان رو نگاه دارید. دومولو اما این بسیار خطرناک است. انا بچه جان بگیر. خدا از شما راضی باشد. قریب که دلم کفید. کاش که گفتم میتوانستم که تو رو یافتم. چی گفتی دومولو؟ هیچ چیز. کتک بازیچه‌اش رو به دست آورد دیگرش مهم نیست. حیف سرم. کنی نامت رو گویی؟ احمد. احمد؟ مادرت با کجا رفت احمد؟ نمیدونم خواهرم رو گرفته رفت. من خواهرم یاد کردم. تمام خانم به تو. من پسر رو به خونه‌شان برم بینیم که در کجا باشد. برای کار. تشکر. گیرین را سخت قبل هیچگاه گم نکن. رفتیم به خونه‌تون. روز بخیر. روز بخیر. یه لیموچه دم که بیا. چای نجوشیده است. کمی انتظار شوید. مایلس. چرا گپ رو نمیفهمی؟ چرا از خفای من میدوی؟ من از رنگ روی تو بیزارم. بینمود صدقه عشق پاکی مکند خداوند کرد کرد با عوضی دوستداری من میخیل میکنی سه آتش عشقت را که در دلم سالهاست پرورش نکردم در یک لحظه پوفش کردی روی همه اشخاصی ها این روز شاله میقتی عاشقی ای خانم سلن دل بازی میکفه خدمت دارده میکشم آسیاب بنابته یکی ما در نابته میرسم خوب هستید؟ خوبم 100% خوبم دروغ میگویید. از کجا فهمیدید؟
عشق آدم رو به این حال می‌آورد. از چشمانت معلوم است. راست میگی. علم آورم. عشق به جواب است. ببین یک چیز میگویم، عشق به جواب نیست. چه خیلی است نه؟ از من نفرت دارد. مرا بینمو گفت در آنجا. چه خیلی که میگوین عشق کلان از نفرت صرف میشه. به او شانس بده. در این دنیا از دختر دیده قیمتر برایم چیزی نیست. این طور باشد. خودت رو به دست گیر. من رفته چای رو دم کردم میارم. با تو گپ میزنن. تسلیم نشو فهم. تسلیم نشو میگویی بود. تسلیم نمیشم. کجا گم شد؟ این دیوانه به چای برگشت کو؟ چایت کنی؟ به یک سو گذره چای رو سردارم. بسیارم کاری خوب شد. چی شد؟ کلتکلس رو دیدی؟ سردارم شنیدی چی گفتین؟ یک حیات کلتکلس میگی. با خدا بجای ینگه حله میشدم شما رو 3 طلاق میکردم. یک گپایت رو خواهده گپ زن. چی شد؟ از شما یک گپی مهم رو میپرسم، اما خوب فکر کرده جواب دید. چون که از اینجا به قفا روی دیگری نیست. در حیات برای شما از همه چیز مهم چیست؟ کلتکلس یا که زنتان؟ یعنی باید حتما جواب دیم. زنم. همین خیل جوابی درست. این طور باشد برای نجات عائلتون میداریم سردارم. شما کلتکلس رو فراموش کنید. به این هم کلتکلس همین جاست. به هیچ جا نمیگذارد. برای آنکه خواهرش در همین جاست. شما با نزد ینگه حله رفته میگوید که برای من دیگر کلتکلس وجود ندارد. او باشد باز چی میخوایی؟ شما باور کنید در همین حالت من در رو به شما زنگ میزنم، میگویم که سردارم کلتکلس رو قبیدم. شما گوید که من کلتکلس رو در سرم زدگی نیستم، من با ینگه حلت استراحت دارم. تمام. تلفنم میکشی میگوی که زلال جان برای من شخصا شما مهمتر نسبت به کلتکلس. انا عاشقی سر میشم سردارم. احسن لبین در چه خونه به تو چی شد؟ چشما یک بار با عقل شدی یکان ماهی بریان خوردی چی؟ دیسته سردارم ماهی بریان اساسی حاضر میآیم. شما از گفتن کلتکلس گویا که دست میکشید. چی گپ میشود؟ کلتکلس خود را آزادیش میکند. گفته راحت میشود و آهسته به خطاگی را دادن میگیرد. ما باشیم در همین حالت کلتکلس را دستگیر میکنیم. بیا چشمم بیا تو را یک بوسه کنم. دانایکی من پسرم همه وقت همین خیل باش. آفرین به تو، آفرین. راه گرد احمد. پسرم در کجا بودی؟ مرا خواطر کردی. با خدا احمد گناه ندارد. بازی چهش گم شده بود کمی وقتمون رو گیرید. دومولو این خطاگی من بود. سحری او را کمتر جنگ کردم. هیچ گپ نه فرزند مثل جان است. تشویش احمد تو رفته در آنجا بازی کن، من با پدرت کمی صحبت کنم. رو با دقت باش بازی چت رو گم نکنی. دومولو یکم کم بوده است؟ نه بدیل نگیرید، کار من نیست، لیکن یک دو سوال خواستم پرسم. احمد گفت که مادرش خواهرش رو گرفته رفته است و میگیرید یکم گپی است؟ نمیخواستم اما تقدیر همین بوده است. با خیرش یکم کاری بد شد؟ خیلی میشود که قرضدار هستی. آخرین بار قرض گرفته قرضهای خانه رو پرداخت کردم. زنم دختر خردیم رو به خانه پدرش برد. احمد رو نیز میبرد اما با او جنجال کرده اجازت ندادم. سمی جان بسیار زیبا شده ای. رحمت یگانم تو هم میسوزانی ها؟ چشمانت همه رو میسوزانم. در لیسه هم همین خیل بودی، از دهانت فقط گپای خوب میشونیدی. تو هم مثل پری یگانه زیبای مکتب بودی. در یادت باشد دندانت رو گم کرده بودی. ای خاموش به خاطر نیار. یک بار دیگر بخند. چی چهره زیبایی. خوب که تو را واخوردم. نگاه زیبایت مسکننده است مخدا. آفرین دخترم، آفرین. تولین تو اینجا چی کار میکنی؟ با آنها نگر.
باز فکری بد نکنند. تولین من میبرایم. با کجا میروی؟ یک جورگیر 3 ماه میشد که پول اجاره رو نداده است. رفتم پول اجاره رو گیرم، با ادوکات واخورده با آنجا میرویم. دیر میایی؟ با خدا نمیدونم، وضعیت رو میبینیم. مایلش بروری کور. ملیس جان، گپ زن جانم. تو زاغی سیاه رو میشناسی؟ زاغی سیاه رو؟ نه. نه خدا؟ فقط میدونم که او زهرا رو نجات داده در نظرش قهرمان شده است. اوه، این کپیترانی عاشق را ببین. بیا میرویم. به کجا؟ سورپریز؟ سمی جان، ما در کارخانه کار داریم، با آنجا رفته استادیم. هیچ اعتراض نمیخواهم، کوشش هم نکنید. همه کارهای کارخانه رو سیلین میکنند. ها سیلین جان؟ البته. خیز خوری مامات کندنی بخیزم کلاس. خورتی ها؟ بو این است که تا یک جا خوب میبره. خاموش. میز فیروز شد. خیز اکنان این چی خوب شد؟ کلاس جا میدونی چی؟ یک خوی زور دیده استبادون بیدارم کردی. کوبه خوب کنم بینم دوامش چی میشه؟ با خدا شوکت، من با تو از خوابت دیده حادثه خوبتری رو نقل میکنم. نقل نکو. کو بگو چی؟ صبح بر وقت به نظرش رفتم. میشوخی میگویی؟ با او گفتی؟ اما گفتن نتوانستم، بسیار ترسیدم. ای برادر، تو عجب آدم بوده ای. باید با او میگفتی خواهر چند سال میشود اکاد رو ندیده ای. آخر رو در فکر اکاش هست. نمیشود شوکت، نمیشود. حالا بر وقت است. کمیسر اونال حالا از جستجوی من دست نکشید، از گفت و کوب کرده در آخر مرا مییابد. باز کنعانی دیوانه اینجا است. اگر فهمد که اون خواهر من است با او یگان ضرر میرساند. ای کنان یا حاتی دیوانه، او از کجا ضرر میرساند؟ این خیلی نیست. عقل او یک میرود و میآید. چیکار کردنش معلوم نیست. خدا شما روزی باشد. قریب که دلم میکردید. کاش که گفتم میتوانستم که تو رو یافتم، اما میدونی شوکت، چنان میخواستم خواهرکم گفته رو سخت در آغوشم گیرم. یه رود سیاه کرد. مایلش کجا؟ با نزد زهرا میروم. بمیریم. نه تو نبیو. نمیو. چرا نبرم ای بچه؟ ما برو هوای تازه گیریم یا که یگون پراتیوگاز بیار همینجا بشینیم در سرمو کشیدگی. چی ما آدم نیستیم بطرح؟ تمام شوکت، کمی دیگر صبر کن. من تو رو با یک کاری ضرور میگیرم. اما چه گمش کن؟ راننده زهرا میشوی. چی؟ راننده زهرا گفتی؟ چی برای چی؟ یا این که باز نقشه کلت کلاس است؟ نه پسرم، چی خیلی نقشه کلت کلاس ها؟ کنعان دیوانه گفتم، با فکرم آمد دختر رو یک بار دزدیدن، باز یگان کار دیگر کردن شود چی؟ تو نظارت چی میشوی؟ به چشم کنی بکن؟ بخیر است. چی شد؟ چی خیلی بوی دروغ اومده است. تو مرا به جای برادر حساب نمیکنی. کنعان دیوانه گفته فریب کرده ایستاده. او سمی پیشش نبیه گفته به همین خاطر مرا شفور میگیریم. باز کدام سمی ها؟ یا خدایا، سمیش کیست؟ زمین کفت و من در روم. سمی میگوید زمین کفت و من در روم. رود سیاه که مایلش تو کمتر دم گیر. برگم شه. دوملوزیو؟ سلام خانم سیلن. سلام. زهرا در خانه باشن؟ نه، در کار است. در کار؟ ماشینش اینجاست کو؟ با تاکسی رفت؟ با تاکسی؟ آقای سمی در خانه؟ سمی؟ سمی خودمون؟ ها، سمی خودمون. من از کجا دونم؟ مالش تو بزدید. روز بخیر. برتگی کاسه نیم کاسه است. حالا میبینیم. سورپریز. به خاطر آوردی؟
جونم به یادم آمد نخود فراموش کرده باشم بسیار سورپریز عجایب کردی دروغ نگوی به یادت نداری ها واخوری اولینمون در اینجا گذاشته سمی چنان گفتی که آدم حیران می شود آن وقت 2 قهوه نوشیده بودیم تمام آن وقت ما چرا جدا شده بودیم فهمیده بودم که تو نقص دیده داشته بودی ها ببین در اونجا نشسته بودیم رفتیم بیا تو از کجا همه این رو به خاطر داری؟ مرحمت خانم رحمت لبر خانم زهرا شما در کجایید؟ با سلین در کارخانه با من دروغ نگوید خانم زهرا خانم سلین حاضر در نزدم بود با سمی؟ بله در کجا بودن نترگوی حاضر می آیم برای چی می آید؟ به کدام خاطر جانم؟ ببینید خانم زهرا من از این کارها بسیار خسته شدم این آیله داری ساخته را خاتمه دهیم ما در قهوه خانه نزدی ساحلیم تمام از آنجا نروید من می آیم چی داملا بود؟ بله به اینجا می آمده است یا اینکه با ما رشک میکنه نه جانم چرا رشک میکرده است؟ پس چرا دروغ گفتی؟ چه خیلی دروغ؟ با سلین در کار گفتی؟ نمیدونم چه خیلی که سراسیمه شدم سمی از اینجا روی خوبتر می شود چی مرا میزند؟ سمی لطفاً به خاطر من سمی کجا شد؟ با زهرا برآمد با او سورپریز میکرده است هیچ گپ نشیرینم غم مخور سورپریز اساسی رو با زهرا ما میکنیم ببین مرا خوب گوش کن امروز بابایت رو باید دکتر نظارت کند بابایت رو با دکتر تو میبری؟ خوب دیده ایستادید مادر بابایم بغیر از زهرا به کسی به دکتر نمی رود زهرا رو به من گذار تو بابا باید کردار شد مرا فهمیدی ملیس؟ ای فهمیدم مادر انشالله سلام سمی کجا شد؟ رفت خانم زهرا این کارها با شما نمیزیبد پس چی به من میزیبد؟ با دوستم من آمده قهوه نوشیده نمیتوانم؟ شما با من دروغ گفتید میدونستم که این طور میکنید برای همین؟ خانم زهرا بار آخر میپرسم با سمی یگون مناسبت داره؟ چند بار باید جواب دهم؟ گفتم که نه مادامی که نیست چرا او رفت؟ من خواستم باشدم بچی به شما باید حساب دهم؟ خانم زهرا من به شما گفته بودم شما از من یک چیز خواستید با خاطر بابایتون این را قبول کردم اما شما اگر مرا هیچ کس نحسابید من این آیله داری ساخته را دوام نمیدهم دانسته گیرید شما مرا تهدید کرده ایستادید؟ نه تهدید نمیکنم دیگر این را طاقت ندارم گفتنیم خفه نشوید من هم آبرو دارم شما حق هستید از من خفه نشوید من باید با دقت‌تر باشم تمام عذر میخواهم من هم بعضا خودم رو اداره نمی کنم یعنی من در این آیله داری ساخته چقدر رفتار کردن رو هیچ نمیفهم با من همچنین شد اون وقت شما رو با سیول دیده چگونه رفتار کردنم را ندانسته غوغا برداشته بودم یادتون است؟ حادثه های خوب در زندگی کم رخ میدهند داملا در حقیقت به شما چه خیلی نداره کردنم را نمیدونم شما برای من بسیار کارین خوب کردید اگر داملاگویی رو بس کنید بسیار خوب می شود اون کن اونی دیوانه این صبح هم در گرد و اطراف خانه می گشت این آدم از من چی می خواهد؟
دیروز به کارخانه آمده بود با ما همکاری کنم میگفت. هیچ نفهمیدم. دیوانه تیار است. چیکار کردنش رو نمیدونه. عزیز محافظ پرسم چی؟ نه آدم های از نه چی در کن. عجبا میگویم شوکت رو با شما گفتم. شوکت رو با نزد تو، یعنی همچون یاردم چی برین دی هم تو رو محافظت میکند و هم فکرم با تو پریشون نمیشود. با خبر میشتم. تو با این راضی؟ نمیدونم آیا از عهده‌اش میبروید؟ میبروید. شوکت زور است، کمتر ساده است، یعنی دیوانه بر این است، اما میتواند باوری داره. وای داد، این چی است؟ بله جانم، در رو میکشویی؟ بخیر سونا استعفا برآمدی؟ زنک جانم این طور نکن. استعفا هم چه خیلی روز میگذرانه. فکر کردی؟ پولهای بابایت رو تمام کردن نمیخواهم. کمی با منطق باش. یا خدایا ما رو با منطق باش میگویی؟ یعنی از قفای همه جنایتکاران من میدویدم و فکرم تو اینها رو فراموش کردی. حیاتم کارم همین. کارت همین. در امنیت صدها پلیس است. از سحر تا بگو مثل تو کالتاکلاس یا که زاغ سیاه میجستگی پلیس دیگر باشد. عجبا. بعد میدیم که نوم آنها را دیگر در این خانه به زمان نمیگیرم. از من خفه نشم، لیکن من این رو بارها شنیدم. چرا باور نمیکنی؟ با خدا که عقلم به جایش اومد. در را کشا. گپت نمیگذارد اونا. من از این گپا سیر شدم. در رو نمیکشایم. رو از اینجا. تمام. من نمیدرویم. این طور باشد تو ببرم برا. تو رو به طرف خانه بردن میخواهم. چی میگویی ها؟ تو در همین ساعت ما رو به طرف خانه بردن میخواهی؟ بله، به یک جایی زیباترین شهر تو رو میبرم. یا خدایا. رفتم. اکا چی گپ شد نمیک؟ باوری تو نمیاد که چی گپ ها شده است. چرا باور نمیکردم؟ چی شد؟ خیلی پیش اکرم گفتنی مرد را کافت کاپ گفتم دید کو خیر کافت کاپ کردم اکا. وای بسیار آدمی بای بوده است. بعد به من چی؟ وای در محله 46 مرکز سودا ساخته دید کو. ای نمیک همه دندانهایت را زده میشکنم، بعد نقص کرده میفهمانی. ساز کرده فهمان تیز. وای آدم مرکز سودا رو خریدنی داشته که
تمام بابا جان. استاد دیگر از قفایم اومدن نترسان گفته بودید که برای همین از پیشتون اومدم. آفرین هجری آفرین. سوالات را ده من همراهت کنم تو هم. استاد من سوال پرسی ناومدم، با شما برای تشکر گفتن اومدم. الله اکبر. با شرافت شما بسیار چیز را یاد گرفتم. من چیزی یاد ندادم، تو چی رو یاد گرفتی که؟ استاد شما چگونه انسانی بزرگ هستید؟ ببینید باز یک چیز دیگر آموختم. استاد خداوند تعالی از شما برای استاد راضی باشد. یا الله هجری من از تو برین شاگرد همیشه فخر میکنم. سلامت باشید. پای پیش درو. آش نهار میرویم ما؟ آقای اکرم کنی گپ زنید یگان شکایت دارید؟ نه یگان شکایت ندارم. ای بابا جان روزی گذشته سرتان درد کرده بود کو؟ آقای اکرم اگر این خیل کنید من چگونه به شما یاری میرسانم؟ آقای دکتر من به سینی چندل آمدم آخر. این خیل چیزها میشود، این نرمال است. سرتون چرخ میزند، خسته میشوید. همین خیل میشود؟ بعضا میشود. برای یگان چیزی یعنی گفتنم نتیجه خونش رو دیدم در کار. چه خیلی که میدانه شکمی گروس نبودنتان لازم. دکتر جان من به این هم قریب مانده است. تو به سرم این کارها را نبیار. نه بابا جان لطفا. آقای دکتر چیزی گوید همان را میکنیم. تمام؟ شما نترسید، من دیگر شما رو آواره نمیکنم. پگاه به خونه‌تان اومده میگیرم. بابا جان در اینجا شینم. مرحمت. ما رو ببخشید بابا جان. بابا جان زهرا جان بخشش پرسیدن لازم نیست. تشکر به میلیس به همه چیز یاردم کرد. والله مثل تو خوب نگاه کرد. زیق نشد. آقای دکتر حالی بابایم چی طور است؟ صرافی من نمیشوید، حالا میگویم بعد نتیجه ها اگر گویم به شما خوبتر میشود. این خیل باشد آقای دکتر گیرید. اینها را گیرید. عزیزم چند وقت می شود به اینجا میخواستم بیایم، چند خوب شد. عشقم از همین وقت همه چیز دیگرگون می شود. با تو وعده می دهم. ای من باوریم نمی آید. یعنی در حقیقت عقلت به جایش آمدنش رو هیچ باوریم نمی آید. همین خیر لیک آمدم. تو مرا از در بیرون کردی. خودم با خودم گفتم که تو چی ها میکنی ها؟ مثل گل یک زن دارم. تا سحر در کوچه ها گشتم. یکمین باره که شناس شده بودیم نیست چونین میکردی گردی محله میگشتی. قریب از غفلت نمیدویدم تمام. بابایم دیوانه میشد. وای ببین یک همین دیگر نشده است. وای تا حالا مرا بینه دیوانه میشد. تو هم بسیار یک روی کردی. آخر چی میشد با آنها یک جای زندگی میکردی؟ یگانه همش گذشته رفت. اما بابای دیوانه شوی را کدام وقت سر کرده بود؟ تو دانشگاه را پرتافته بودی همون وقت. عقل حاضر همیشد نمی پرداخت. باز رفته سپاری چی؟ میبینم بعد چی میشود؟ نه نمیشود بسیار دیر شد. نه برای یکون چیز دیر نشده است. تو اگر خواهی میکنی. در حقیقت من در پالویت. ببین در یک روز چه خیلی دیگر شدم. نمیبینی؟ یعنی میبینم ولی برای باوری کردن هم مشکلی میکشم. مثلا با تو حالا زاغ سیاه گویم جانش در دوزخ سوزد. کلتکل است گویم خدا رحمتش کند میگویم. دیگر چی گویم؟ جواب نمیدی؟ به هر یک کارهای مده شده زنگ میزنند. زنگ زده ایستادن بردار شاید جدی باشد. گیرم؟ بله. خیر چی گپ شد لوند؟ من تحت زنگ زده مرا ناراحت نکنید نگفتم. با همسرم در خوراخوریم نمی آیم. اما سردارم یک خبری مهم از وجدان انسانی به خاطر به شما زنگ زدم. حالا تو در کجایی؟ سردارم این زمان من خواهر کارت کلاس رو نظارت دارم در پیش مغازه. آفرین تمام بعد گم میزنه. قبل سردارم استراحت کن. مسخره بازی سردارم ببین. وای من خود رو دیگر داشته نمیتوانم. تو رو بوسه میکنم بیا. بخیر باشه جانم. زنک جان من. شوهر جانم. عزیزم اینجا یکون چیز ما؟ بسیار هم شیرین شدی. با سردار درو گفتن گناه عظیم است. اگر میگفتم سنه رو انتظارم در پیش ینگه دادوهای کرده نسترینی را میگریزم.
جگرک طبخ مسیلینه روز بخیر خانم